سلام سلام كمسك الختام. دوست داشته ترین شخص در نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مرد به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از نبرد تشریف آورد. میان او و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از طرف یکی از زنهایش پیوندی خویش و تباری بود، ولی چون پیامبر خدا در خانه مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد بودند، آن مرد نیز به آن خانه نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با چهره خندان سری مبارکشان را جنبانیده گفتند: خوش آمد مردی که سالم و با غنیمت زیاد از محاربه برگشته است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در ادامه سخنشان به آن مرد گفتند: حاجتت را بخواه، برای چی تشریف آوردی؟ مرد مقصد آمدنش را بیان ساخته گفت: کدام از شخصان نزد شما محبوب تر است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: این دختری که پشت من است، یعنی حضرت عایشه خداوند از او راضی باد. آن مرد سرش را جنبانیده گفت: قصد من دوستداری زنها نبود. من می خواستم بدانم کدام مرد نزد شما محبوب تر است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: پدر او، یعنی حضرت ابوبکر خداوند از او راضی باد. بله برادر و خواهر ایمانیم، محبوب ترین مردان در نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق بودند که در روزهای اول بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم باوری داشتند و یکی از مردان بودند که اولین شده اسلام را قبول نمودند و یکی از شخصانی بودند که غلام‌هایی که اسلام را قبول می‌کردند آنها را خریده آزاد می‌کردند و یکی از شخصانی بودند که تمام دارایی خود را برای رواج و رونق یافتن اسلام صرف کرده بودند و یکی از شخصانی بودند که همراهی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هجرت کردند و یکی از شخصانی بودند که بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جاینشین خلیفه شدند و یکی از شخصانی بودند که بعد از وفاتشان در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاک سپاریده شدند. خداوند از همه صحابگان راضی باد و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.